سلام، اومدم با یه ساخت جدید تو ماینکرافت بریم که با هم بسازیم این سازه رو. خب اول از این شیشه ای، حالا من نمیدونم اسمش چیه، برمیداریم و با چراغ 4 تاشو پر میکنیم. بعدش ما آدمک همون رو بعد من اینو بعد به این شکل، این رو به این شکل، نه کج شد، بعد اینطوری صاف بشه، این رو به این شکل، این رو به این شکل و این هم به این شکل در بیاریم. حالا ما نفری یه بلاک میدیم تو دستشون. اینو من گلد میدم، این یکی رو من آیرون میدم، این یکی رو من امرالد میدم، یکی هم دایمند. خب حالا زیرشون رو میکنیم. برای اون زیرشون اونو گذاشتم که دستشون چیز بشه، تکون نخوره. حالا ما وسایلمون رو ور میداریم، کلا همه رو فقط میذاریم که مجون نامری کننده بمونه. میایم اینجا، بعد گلس رو ور میداریم، بیایم گلس رو برداریم. حالا من استون رو ور میدارم که بتونم استفاده کنم ازش رو بذارم گلس رو. میایم اینجا اینطوری گلس رو اینجا میذاریم. حالا این هم از این باشید، من بعد اهرام رو بردارم، اهرام رو ور میذاریم. حالا شیشه رو رو به پای میذاریم. حالا این سازه رو دیگه خراب میکنیم. حالا شب میکنیم بازی رو و الان مجون نامری کننده به همشون میزنیم. ببینید نتیجه کار رو. خوشتون اومد میتونید ازش حتما استفاده کنید. فعلا تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.